بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مهدی احمدی هستم از شیفتلر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیویی که الان دارید مشاهده میکنید قسمت 13 از سری دوره آموزشی طراحی سایت هست که مصادف میشه با پارت دوم از فصل پنجم که در مورد تگ های فرم و تبادل اطلاعات است. توی این ویدیو قراره اون فرمی که توی جلسه قبل با هم دیگه ایجادش کردیم بهش عناصر جدیدی اضافه کنیم و به قول معروف گروه بندی کنیم، سازماندهی کنیم به گونه‌ای که بدونیم قرار این فرم چه کاری انجام. در واقع قراره یک فرم هدفمندی رو بسازیم که همه اجزای اون به صورت یک پارچه با همدیگه کار میکنن. نظر من اینه که با همدیگه یک فرم همکاری یا حالا ثبت نامی رو ایجاد کنیم. من در نظر ویژوال استودیو کد رو باز میکنم دیگه. من دیدم فامیلی خیلی ضایع هست، گذاشتم همون نام خانوادگی بهترم است. خب ما علاوه مثلا تو یک فرم همکاری ما علاوه بر این که نام خانوادگی میخوایم دیگه چی میخوایم؟ یه دونه شماره تلفن هم میخوایم. پس بخاطر یه دونه لیبل میسازم. گفتم اینجا با استفاده از اتریبیوت فور میام میگم اون که مختص به چه اینپوتی باشه، به تل باشه. پس این آیدی باید تل در نظر بگیریم. اینجا میزنیم تلفن همراه. بعد توی لاین بعدی، توی سطر بعدی یه دونه اینپوت میسازیم با تایپ تل و آیدی هم که براش در نظر میگیریم چی باید باشه؟ تل باید باشه. حالا اینجا توی دابل کوتیشن ما اصلا بذاریم تل. خب این تا اینجا. خروجی هم که با هم دیگه مشاهده کنیم میبینیم که بله اگر روی تلفن همراه کلیک کنم اینپوتش سلکت میشه. بزنید اینجا با هم دیگه یک نکته ای رو بررسی کنیم. اینجا قرار کاربر نوع همکاری و یا شغل مرتبط با خودش رو سلکت کنه، انتخاب کنه. دقت کردید؟ انتخاب کنه، نه اینکه بیاد وارد کنه. در واقع ما اینجا میخوایم با همدیگه یک لیست بازشویی رو بسازیم که وقتی کاربر روش کلیک میکنه عناوین مختلف شغلی رو بیاره و اون از بین عناوینی که استاندارد ما هست یک شغل مرتبط با کار خودش رو انتخاب کنه. من دو تا تگ بیار دیگه میذارم برای فاصله مجدد و برای ایجاد بیس لیست تاشو از سلکت استفاده میکنیم. خب این شد بیس کار ما. این لاین هم اضافه است. خب این شد بیس کار ما. پس شد از تگ سلکت برای ایجاد بیس لیست تاشو به کار میره و ما با استفاده از تگ آپشن میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم آیتم هایی برای این لیست به وجود بیاریم. مثلا من میخوام حالا تو این قسمت 3 تا عنوان شغلی باشه. خب من 3 تا عنوان شغلی خودم رو اضافه کردم. الان پروژه رو سیو میکنم و میرم توی قسمت مرورگر یه رفرش میزنم. بله یک لیست تاشویی برای من به وجود اومده که کاربر اونجا میتونه به 3 تا عنوان شغلی دسترسی داشته باشه و اگر سلکت کنه مقدار پیش‌فرض این هم تغییر میکنه. خب حالا بریم با هم دیگه کمی این به قول معروف لیستمون رو سازماندهی کنیم. برای گروه بندی دقت کنید، برای گروه بندی آیتم ها از تگ آپت گروپ استفاده میشه. آپت گروپ و با استفاده خب ببین من الان وقتی تگ آپت گروپ رو استفاده کنم خالی باید آیتم هایی که میخوام جزء اون گروه باشه رو ما بین بازبست شدن تگ بذارم. اینجا من اشتباه کپی پیست کردم، کپی نشد و حالا اینجا تگ میبستم، تمام آیتم ها رو سلکت میکنم، یه دونه تب میزنم بر جلو. خروجی که من نمایش میده چیه؟ بله جزوی گروه حساب کرده ولی عنوانی نداره. برای تعیین عنوان یا کپشن یک گروه در لیست تاشو یا سلکت یا همون بهش میگیم سلکت باکس ها از صفت و اتریبیوت لیبل استفاده میکنیم. مثلا اینجا میزنیم حوزه برنامه درست میشه برنامه نویسی گوشی موبایل بهتره موبایل. خروجی که من میده چیه؟ یه دونه عنوان یا کپشن برای این گروه در نظر گرفته. خب من برای کارم سریعتر بشه همون یک کپی میکنم. میخوام یه گروه دیگه ایجاد کنیم، حوزه برنامه نویسی دکستا دکس. من دیگه ویدیو رو کات میکنم تا عنوان شغلی ها رو وارد کنم. خب من عناوین شغلی رو وارد کردم و اگه الان یه بار دیگه خروجی رو رفرش کنم چی من نمایش میده؟ سیو کردم؟ نه سیو نکردم. یه بار دیگه رفرش میکنم. بله یک گروه دیگه به وجود اومده و حالا این آیتم ها جزو اون گروه هستن. پس ما با استفاده از تگ سلکت اومدیم بیس یک لیست تاشو رو به وجود آوردیم. با استفاده از تگ آپت گروپ و صفت لیبل اومدیم آپشن ها و آیتم های اون لیست رو گروه بندی کردیم.
یه کار خیلی مفید. و اینم بهتون بگم، اینم فراموش کردم هم اول تگ آپشن بهشون بگم، ما اینجا با استفاده از تعیین صفت ولیو میتونیم بیایم وقتی که مثلا من اینجا 0 رو میزنم، میخوام حالا هر چیز اینجا عدد میتونه باشه، متن میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه. من الان وقتی که اینجا ولیو بزنم، حالا اینو خروجیشو یکم جلوتر توی بعضی جاوا اسکریپت میبینیم فرقش مثلا با ارزم به خدمت شما اونی که صفت ولیوش مشخص نشده چه فرقی داره، با اون بررسی میکنیم. اگر من اینجا صفت ولیو استفاده کنم وقتی که بخوام خروجی رو ببینم، مثلا فرض کنید کاربر الان مثلا برنامه‌نویسی اندروید خب ولیو داره، وقتی روش کلیک میکنه ولیوی اون میاد، به قول معروف اون مقدار سلکت میشه، ولیوش میاد، یعنی مثلا 0 میشه مقدار. ولی اگر من صفت ولیو و اتریبیوت ولیو رو تعیین نکنم، متن یا محتوایی که ما بین باز و بسته شدن تگ آپشن هست میاد و به عنوان مقدار سلکت انتخاب میشه. خب اینم از به قول معروف کار کردن با سلکت لیست تاشو که با تگ سلکت به وجود اومد. حالا میریم سراغ تعیین جنسیت کاربر. برای اینها از تگ اینپوت استفاده میکنیم و تگ اینپوت البته تایپ رادیو که حالا توی زبان مختلف هم فرق داره. من یه دونه لیبل میذارم و میام اینجا میگم فور باشه برای چی؟ باشه برای من، برای مرد، و متنش رو هم مرد باشه، مردن نه مرد. و توی لاین بعدی میام یه دونه اینپوت اضافه میکنم با تایپ رادیو و دقت کنید آیدی من همین. حالا یه دونه از همین کپی میکنم پایین، پیستش میکنم و این قسمت رو میکنم وومن. فارسی هم هست، من آخر با فارسی نویسی مشکلم برطرف نشد، تو هر ویدیو هم دارم اینو میگم. خب این قسمت هم زن. اول خروجی با هم دیگه ببینیم. بله دو تا رادیو باتن وجود آورده که اگه من رو هر کدومش کلیک کنم و بازم ماجرا کلیک کنم این برداشته نمیشه. خب برای چیه؟ من یه بار رفرش کنم ببینید مگه روی مثلا مرد بزنم این سلکت میشه، ببینید چیکدش به قولن چک میخوره، فعال میشه. خب مشکل چیه؟ به خاطر اینکه من تو یک فرم دارم از این استفاده میکنم، نیومدم آقا یک نیمی براشون بذارم که بگم مثلا این دو تا رادیو باتن مرتبط با هم دیگه هستن، وقتی یکیش تیک میخوره اون یکی باید برداشته بشه. اصلا رادیو برای چیه؟ رادیو یک نوع اینپوت هست برای انتخاب، دقت کنید من چی میگم چون فرق داره با چک باکس ها، فرق داره. رادیو برای انتخاب یک گزینه، انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه هست. خب ولی چک باکس ها نه، چک باکس ها برای انتخاب چند گزینه از بین چند گزینه است. تفاوتشون تو اینه. من باید بیام برای هر دوتا با استفاده از اتریبیوت نیم یه دونه نیم واحد، دقت کنید یه دونه نیم واحد در نظر بگیرم. مثلا اینجا R1 خروجی که من نمایش میده چیه؟ وقتی من تیک یک کدوم بزنم اون یکی غیر فعال میشه. و باز هم اینجا ما میتونیم با استفاده از توی اینپوتمون با استفاده از صفت اتریبیوت چیکت یکی از اینپوت ها رو به صورت پیش‌فرض فعال کنیم. مثلا اینجا الان مرد به صورت پیش‌فرض فعاله، اینجا میتونیم کنترل ایکس بزنیم بیایم برای خانم هم چیکاری کنیم. الان این چیکتش به صورت پیش‌فرض فعاله. خب مورد بعدی که ما نیاز داریم، ببینید این الان یک کمی از نظر من به هم ریخته است. مثلا قسمت اول داره اطلاعات شخصی رو وارد میکنه، قسمت بعدی داره اطلاعاتی رو وارد میکنه که مختص به کارش است. خب ما برای که اینها رو بتونیم سازماندهی کنیم میام از چی استفاده میکنیم؟ از تگ های گروه بندی عناصر درون فرم. البته من برای که یکم حالا فونت به دل خودم باشه، راحت ترم باشه، حالا شما این قسمت رو خیلی دقت نکنید بهش، میام تمام عناصر رو تارگت میکنم و فونت داش فامیلی رو مقدار وزیر میدم. حالا اگه میخوایم بدونید وزیر از کجا میاد، وزیر یک فونت ایرانی است که من دانلود کردم و توی پوشه فونت های دیفالت سیستم خودم گذاشتم. حالا شما این کار لازم نیست انجام بدید، شما یکم گیج میشید. ولی اگر مثلا میخوام بدونید وزیر از کجا میاد، فقط همینو میگم. من یه دونه فونت دانلود کردم، فونت ایرانی، فونت فارسی دانلود کردم و توی پوشه دیفالت سیستمم گذاشتم. الان یکم ببینید فونت ها بهتر شد، فونت شد به وزیر تغییر کرد و نظر من خیلی بهتر شد. آره بهتره. خب حالا میریم سراغ تقسیم بندی.
من میخوام از اونجایی که نام میخواد نام تا اونجایی که میخواد تلفن رو بگیره چه اتفاقی بیفته، همش ما بین یک دستبندی و گروه باشه. برای ایجاد بیس این گروه بندی از تگ فیلد ست استفاده میکنیم، فیلد ست. و حالا اون محتوا و عناصری که میخوایم ما بینش قرار بگیره چیکار میکنیم؟ بینش قرار میدیم. من تا اینجا گفتم بیشتر نمیخوام باشه. الانم یه دونه همه این عناصر رو تب میزنم بر جلو. خروجی که با هم دیگه میبینیم چیه؟ بله، درون یک کادر قرارش داد، ولی هنوز این کاد عنوان نداره. ما برای تعیین عنوان این به قول معروف گروه میام از تگ لجند استفاده میکنیم. من مثلا اینجا میزنم اطلاعات شخصی. خروجی ببینیم با هم دیگه. الان دیگه یک عنوانی برای این قسمت هم دارم. گرچه ما میتونیم معادل دستورات CSS این قسمت رو بزنیم، خیلی جذابتر، خیلی شیک‌تر میشه، ولی بازم گفتم از جلسه اول ما فرض بر این داریم که میخوام یک سایتی رو با HTML تنها بالا بیاریم. قسمت بعدی هم در مورد حرفه و حال کار هست. حال کار جنسیت من میارم توی بخش اطلاعات شخصی. من دو تا بیارش هم کپی کنم که قاطی نشه با تل. خب باز هم مشکل سر شیوه نوشتارش که سعی کنید ببینید اگر شما از این شیوه که من دارم میرم پیروی کنید، فردا بین هزاران خط کدی که زدید توی مبحث دیباگ کردن خیلی کارتون راحت تره، خیلی کارتون راحت تره. قسمت بعدی هم مرتبط با کار هست. پس میام من چیکار میکنم؟ اون تگ فیلد ست دیگه اضافه میکنم، فیلد ست، و محتواها و عناصری که میخوام رو ما بینش قرار میدم. اینم تراستش میکنم، تمام اینا رو سلکت میکنم، لاینا رو اینو تب میزنم بر جلو و بعد میام اینجا با استفاده از تگ لجند یک عنوان در نظر میگیرم، مثلا انتخاب حرفه. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ من دو تا گروه بندی دارم، قسمت اول اطلاعات شخصی، قسمت بعدی هم چیه؟ انتخاب حرفه. حالا برای که فاصله اینجا وجود بیاد میام تگ BR اینجا تست کنیم، BR دو تا کپی میکنم. خروجی که من نمایش میدم چیه؟ یک کمی لاینا رو میاره پایینتر، کار بهتر میشه. فکر کنم دو تا زیاد بود، یکی کافیه. بله خب حالا میریم سراغ قسمت آخر، دکمه ها. اینجا ما یه دونه دکمه میخوایم که عرضم به خدمت شما یا این فرمو تایید کنه، ارسال کنه، یا این فرمو حذف کنه، ریست کنه. ما برای این کارها میتونستیم از اینپوت ها استفاده کنیم که بازم ما هر دو روشو میریم. من اینجا چون میخوایم عملای اصلی رو انجام دهیم یه دونه گروه بندی میسازیم، فیلد ست، و لجند رو هم میذاریم چی باشه؟ نهایی کردن. بله نهایی کردن بهتره. و حالا اینجا با استفاده از تگ باتن و اینجا با استفاده از تگ باتن و تایپ، ببینید ما 3 مدل دکمه داریم که اینم توی توضیحات تکمیلی همین قسمت میذارم. قسمت اول باتن ساده هست که هیچ کاری رو انجام نمیده. البته تگ باتن جزو تگ های کانساینر یا هم کانتینر هست که باز بسته میشه و اون متنی و حالا اون متن، عنصر، محتوا، لینک، فیلم، هر چیزی که مابین باز بسته شدن تگ باشه جزو دکمه حساب میشه. مثلا من اینجا میزنم ارسال اطلاعات و تایپش رو هم روی مقدار سابمیت میذاریم، سابمیت. خب توی قسمت بعدی هم یه دونه باتن دیگه اضافه میکنیم با تایپ چی؟ تایپ ریست. میخوام آقا هر چیزی که کاربر تا الان وارد کرده رو به قول معروف حذف کنیم. اینجا میزنیم پاک سازی اطلاعات. خروجی با هم دیگه ببینیم که گروه دیگه به وجود اومده و 2 تا دکمه در اختیار من گذاشته. خب آیا من این 2 تا دکمه رو میتونم با اینپوت اضافه کنم؟ بله میشه و حالا اون راه هم میریم. ببینید من اینجا مثلا یه نام میزنم، حالا هر چی باشه، مثلا محمد، قسمت بعدی هم احمدی، اینجا حالا یه دونه شماره تلفن هر چی میزنم. اینجا هم جنسیت رو روی مرد میارم و زبانی هم که انتخاب میکنم چی باشه؟ زبان سی شارپ. خب من الان روی میخوام پاکسازی اطلاعات چی بود؟ تایپش ریست بود، باتن تایپ ریست. این قسمت رو میگم. این میاد فرمو، ببینید نه همه فرما رو، این دکمه توی هر فرمی باشه. خب الان دقیقاً دکمه تو چه فرمی هست؟ توی این فرمه. توی هر فرمی که باشه
میاد اطلاعات رو به حالت اولیه برمیگردونه. اگه من الان روی پاکسازی اطلاعات کلیک کنم، ببینید چه اتفاق افتاد. تیک مرد برگشت روی زن و انتخاب حرفم برگشت به حالت اول. ببینید من مثلا میزنم برنامه‌نویسی سی شارپ، وقتی پاکسازی رو بزنم فرم به حالت اولیه برمیگرده. خب حالا اینجا میایم من اطلاعات کاملتر میزنم. این دفعه میخوام دکمه سابمیت رو چک کنم، یعنی ثبت. و اینجا مثلا اطلاعات کامل بزنم، حرفه رو هم بزنم برنامه‌نویسی پایتون. وقتی که ارسال اطلاعات بزنم، ببینید اینجا همون بحث اکشن بود، یادتونه گفتم اکشن میاد فرم ما رو، اطلاعاتی که ما درون این فرم داریم چیه؟ یه دونه نام خانوادگی، تلفن، جنسیت، انتخاب حرفه و نهایی کردن. نه نهایی کردن نیست، انتخاب حرفه است. خب این اطلاعات ما هست. میاد داده های ما رو به اون فایل مقصد چی بود که گفتم وجود نداره؟ it.php. خب این فایل الان وجود نداره. میاد به این صفحه ارسال میکنه و پردازش هایی که روی این داده باید باشه رو انجام میده. من اگر روی ارسال اطلاعات بزنم، میگه که آقا من همچین پرونده پیدا نکردم. گفتم چرا؟ به خاطری که الان داره فایل ها رو ارسال میکنه به کجا؟ it.php و همچین پوشه‌ای وجود نداره و خارج از مبحث ما است. فقط مهم این است که شما بدونید تایپ سابمیت کجا بود؟ تایپ سابمیت فرم رو ارسال میکنه، تایید میکنه و ریست به حالت اولی برمیگردونه. یه دکمه دیگه هم داریم، دکمه ای هست از تایپ چی؟ باتن. این دکمه دیفالت هست، یعنی هیچ عمل خاصی انجام نمیده مگر که حالا شما با دستورات جاوا اسکریپت بیاید تعیین کنید این دکمه چه کاری انجام. مثلا این بزنید دکمه پیش‌فرض، شما هر چی که دوست داری روش کلیک کن، هیچ اتفاقی نمیافته. ولی حالا مثلا اینجا شما اینجا رو نادیده بگیرید، من یه دستور جاوا اسکریپت میزنم، مثلا اینجا میخوام بدون رویداد میذارم، رویداد آن کلیک، میگیم آقا هر موقع روی این کلیک شد بیا یه کاری انجام بده، بیا یه آلرت بده، یک پیام رو نشونه کاربر بده. چی باشه؟ مثلا اینجا سلام. خب الان من وقتی که رفرش کنم، وقتی که روی دکمه کلیک کنم، یک پنجره ای رو برای من به وجود میاره که روش نوشته سلام. پس یعنی دکمه دیفالت هیچ کار خاصی رو انجام نمیده، بلکه دکمه پیش‌فرضه که ما با استفاده از دستورات جاوا اسکریپت تعیین میکنیم چه کاری رو انجام بده. خب اینم از تگ باتن. حالا من این تگا رو حذف میکنم، میریم سراغ معادل این دستورات، البته با اینپوت. من تگ اینپوت رو میزنم و تایپی که رو براش میذارم این سری میزنم سابمیت. ببینیم با هم دیگه سابمیت. اول خروجی با هم دیگه ببینید تگ اینپوت جزء تگ‌های امپیتی باز و بسته نمیشه. خب ببینید یه دکمه اضافه میکنه، ولی خب متنم به صورت پیش‌فرضه. ما چطوری میتونیم این متن رو تغییر بدیم؟ با استفاده از صفت و اتریبیوت ولیو، مثلا ارسال اطلاعات. خروجی رو که الان با هم چک کنیم چه اتفاق افتاده؟ متن تغییر کرده. خب پس الان ما اینجا یاد گرفتیم که میتونیم با استفاده از تگ اینپوت هم دکمه اضافه کنیم، البته برای عمل خاصی. خب تایپش چیه؟ سابمیته. چه اتفاق میفته؟ فرمو ارسال و ثبت میکنه و با استفاده از اتریبیوت ولیو یک متن رو به صورت پیش‌فرض براش قرار میدیم. آیا برای ریست هم هست؟ بله برای ریست هم هست. اینجا من ریست رو میزنم، لعنت به این کیبورده، و اینجا به جای ارسال میذارم پاکسازی. و الان خروجی که من میده چیه؟ همون دکمه رو برای من به وجود آورده. حالا این فضای اضافه هم ببینم مشکل از چیه توی این قسمت. فضای اضافه به خاطر حالا استایلی هست که به صورت پیش‌فرض بهش اعمال شده و بازم این فرقی نداره، همون کار رو انجام بده. مثلا من اینجا بذارم سی شارپ سی پلاس پلاس، وقتی که ولیو عذر میخوام تایپ ریست رو اشتباه زدم. ریست الان درسته. و اگه من الان اینو روی سی پلاس پلاس بذارم، وقتی پاکسازی بزنم به حالت اولیه برمیگرده، ارسال اطلاعاتم بزنم، به صفحه مد نظر اطلاعات ما ارسال میشه. خب اینم از این قسمت. من سعی کردم که توی این قسمت به صورت جامع هر چیزی که نیاز هست شما بدونید و در آینده به اونا کار کنید و قرار بدم. امیدوارم آموزش برای شما مفهوم شده باشه و حال لذت برده باشید و به کارتون هم بیاد و ان شاء الله با تمرین مکرر یاد بگیرید چه تغییر رو کجا به کار ببرید. و اینم بگم توی بحث برنامه‌نویسی آموزش 10% و یا حتی 5% قضیه است، بقیه بحث
تجربه و توانایی شخصی شما است. یا علی.